سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. امروز اومدم یه ترکیب انجام بدم که ترکیب هندونه و لیمون بریم که داشته باشیم. من هندونه یه قاچ گرفتم، این و لیمو تازه نداشتیم، لیمو تازه نداشتیم. آب لیمو میریزم روش، امیدوارم که خوشمزه بشه، ضرر نکنه. رو چجوری باز کنم؟ نمیتونم باز کنم، برم از مامان کمک بگیرم. خب بچه ها، در آب لیمو رو باز کردم. اول من باز نگیرم. ببین، من اول میخوام روی این تست کنم، از زیر هندونه است. امیدوارم که خوشمزه بشه. اوه یواش رفت. ای بای. چرا احساس کردم خیلی بدمزه است، نمیدونم چرا. شاید اینجوری بود. بریم خدا هندونه. بچه همش رفت. من این آب لیمون باید تازه بخورم. میریم برای تستش. میدونم احساس کردم بعد من یه حسی مثلا چون ترشیش میزنه تو شیرینی بهم میگه که مثلا خیلی بدمزه است. اگه دوست داری میتونی تست کنی. من از 1 تا 10 نمره 4 بهش میدم.